بسم الله الرحمن الرحیم. امروز داستان صحابی رو میخوایم با هم بخونیم که همه اسمش رو به خوبی میدونیم. جزو اولین افرادی است که اسلام رو پذیرفته. بله، این کس یا این شخص کسی نیست جز زید بن حارثه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد زید بن حارثه در یک واقعی که بالاخره برخی گره دارند و به ناله هایی دارند، بالاخره پیش میاد افرادی همیشه رو بعضی از موارد ممکنه متأثر بشن و تشخیص ندن. میگه قسم به خدا زید بن حارثه برای امارت بر شما، برای فرمانروایی بر شما شایسته بود و محبوب ترین فرد از میان شما به من هست. این نگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو نسبت به زید نشون میده. ببینیم زید کی بوده. سعدا دختر ثعلبه خب میره از اقوام خودش ملاقاتی بکنه. بالاخره سرزمین جزیره العرب اصل جاهلیت، در اینا فرزندان بنی معن هستن. پس سعدا دختر ثعلبه میره برای دید و بازدید از اقوام خودش که جزء قبیله بنی معن هستن. خب به همراه خودش پسرش را هم که زید بن حارثه کعبی هست، حارثه اسم شوهرشه، کعبی اسم طایفش هست، همراه خودش داره میبره. مادری داره فرزند خودش رو میبره. بالاخره اینها همین که منطقه خودشون رو، اون قبیله خودشون رو، اون سرزمینی که درش زندگی میکردن ترک میکنن، متاسفانه مورد حمله راهزنان قرار میگیرن. اون رسم و رسومی که متاسفانه در جزیره العرب و در دنیای اون روز بود که راهزنان حمله میکردند و به قبایل و مسافران و کاروانها و اموالشون رو مصادره میکردند. در هر صورت میگه راهزنان حمله کردند به کاروانی که اینها درش بودن، هرچه مال و دارایی بود در اون مصادره کردن، برای خودشون بردند و شترها رو گرفتند و همچنین کودکان رو هم به اسارت گرفتن. رسمی که در اون زمان بود این بود که کودکان رو به اسارت میگرفتن و در بازار بردگان میفروختن. از جمله کودکانی که در اون کاروان به اسارت گرفته شد یکی همین زید بن حارثه هست. خب زید بن حارثه در اون زمان عمرش تقریبا حدود 8 سال بود. این آوردن در بازار اوکاز. بازار اوکاز جز بازارهای معروف سرزمین حجاز هست و در مکه به عبارتی آوردن اونو برای فروش قرار دادن. بزرگان قریش هر کسی میومد برای خودش یک کودکی رو میخرید. از میان اونها حکیم ابن حزام ابن خویلد. خوب نگاه کنید، حکیم ابن حزام ابن خویلد به 400 درهم اومد این زید ابن حارثه رو، این پسر بچه 8 ساله رو خرید. و خب تعدادی دیگری رو هم اومد چه کار کرد، از این بچه ها خریدند و اینها رو آوردن دیگه به خونه ها در شهر مکه. به مجرد این که خدیجه دختر خویلد به عبارتی عمه حکیم ابن حزام متوجه شد که اینها بالاخره تعدادی خریدن پسر بچه رو به عنوان بردگانی که آوردن، رفت به استقبالش و سلام علیک کرد، دیدن ازش سری زد و خوش آمد گفت بهش. اونم وقتی که عمش رو دید، به خاطر احترامی که نسبت به عمش داشت، گفت عمه جان نگاه کن، من تعدادی پسر بچه رو خریدم، اینا به غلامی برای خودم، بالاخره به بردگی هر چی هست، هر کدوم از اینهایی رو که میخوای برای خودت انتخاب کن، میخوام بهت هدیه بدم. خب ام المؤمنین خدیجه البته هنوز همسر پیامبر نشده ایشون، نگاه کرد بین این چهره های این بچه ها ببینه کدومی که به دلش بیشتر میشینه. بین اینها زید بن حارثه رو انتخاب کرد. دید که در چهرهش نجابت و یک بالاخره صداقت و پاکی خاصی وجود داره. زمان گذشت، زیاد زمان نگذشت تا اینکه خدیجه ام المؤمنین رضی الله عنها با رسول خدا صلی الله علیه و سلم با هم ازدواج کردند و خب حضرت خدیجه هم خواست هدیه‌ای به پیامبر بده و دید هیچ هدیه‌ای ارزشمندتر از این زید بن حارثه نیست. این بود که زید بن حارثه رو به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان هدیه تقدیم کرد که خدمت پیامبر رو بکنه. اون گفتم این آداب و رسوم زمان جاهلی بود که متاسفانه در اون موقع وجود داشت. خب دین هم میاد برای اینکه اینها رو ریشه کن بکنه. بله، زید بن حارثه این نعمت و این رحمت الهی شامل حالش شد که تحت تربیت و سرپرستی
پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم قرار بگیرد. حضرت محمد هنوز به پیامبری برانگیخته نشده بود، سنشون 25 سال بود و خب بتونن از اخلاق ایشون، از رفتار ایشون، از کردار ایشون، صداقت پاکی ایشون متأثر بشه. نکته‌ای که خیلی جالب توجه هست در این جریان اینه که از اونور مادر زید ابن حارثه به شدت ناراحت بود، نگران بود. بالاخره فرزند خودش رو از دست داده بود، اشکاش قطع نمیشد و به هر طریقی میخواست کاری بکنه تا بتونه خودش آرامش پیدا بکنه، اشکاش رو قطع بکنه، فرزندش برسه، پاره جیگرش هست. نمیدونست که در چه سرزمینی، در چه بیابانی، آیا پسرش مرده، کشته شده، آیا کاروانی اینو برده به جایی فروخته. غم و اندوه تمام وجودش رو گرفته بود. شعری میسرایه که دیگر انسان خون میشه. هر مادر دیگه، طبیعت انسانی دیگه، نمیشه که این رو نادیده گرفت. حالا چه فرق میکنه در اون عصر جاهلی هم که باشه دیگه، غارتگران اومدن بچه رو بردن. ایشون میگفت که من بر زید گریه کردم و نمیدونم براش چه اتفاقی افتاده. آیا اون زنده است که امید داشتم باشم بهش، یا اینکه نه کشته شده؟ قسم به خدا من نمیدونم. من دنبالش هستم ببینم که آیا فرزندم در بیابان‌ها مرده، در کوه‌ها مرده، در کجا زندگی میکنه و از زمانی که خورشید طلوع میکنه تا زمانی که خورشید غروب میکنه من همش در فکر فرزند از خودم هستم و پاره جیگر خودم هستم و زندگی دیگه بر من آرامش نداره و من تمام تلاش خودم رو میکنم، در دشت و بیابان و کوه میگردم و طواف میکنم و حرکت میکنم تا فرزند خودم رو بتونم پیدا کنم و تأسف بر این زندگی میخوره و مرگ به سراغ من میومد و من نمیدونستم چی شده. اما من آرزو دارم که به فرزند خودم برسم و این آرزوی هر شخصی است که هر کسی دوست داره به آرزوش برسه و آرزو من اینه که من به دیدار فرزند خودم نائل بشم. بله، زمان گذشت تا یکی از در مراسم حج، همون چون میدونید که دین اسلام در واقع اومد اصلاح کرد بدعت‌ها و انحرافاتی که بود. اون مشرکین که خودشون معتقد بودن ما پیرو آیین ابراهیم علیه السلام هستیم، اما دچار شرک و خرافات و واسطه ها و بدعت ها و رفتار زشت شده بودن و این آیین حج هم از زمان ابراهیم علیه السلام خوب در اون سرزمین بود. خب زمان موسم حج شد، بالاخره تعدادی از قبیله زید ابن حارثه اومدن اونجا برای حج، در حج بودن و طواف میکردن بیت الله الحرام رو، کعبه رو. در این هنگام طواف با زید چهره به چهره شدن، رو به رو شدن. اون زید اونها رو شناخت، اونها زید رو شناختند و از همدیگه سوال کردند و بالاخره زید گفت بله من اینجا هستم پیش فلانی و اونها هم خوشحال شدن، گفتن پدر مادرت دنبالت میگردند و ما همه در فراغ تو هستیم و خبر رو بردن برای کی؟ پدر زید که بالاخره بیا ما زید رو پیدا کردیم. به مجرد اینکه این خبر رسید پدر زید آماده سفر شد، حرکت کرد و مقداری مال و دارایی برداشت و تا بیاد پاره جگر خودش رو بخره و این کسی که فرزند انسان هست پاره جگر انسانش رو برداره بخره بیاره با خودش و به همراه خودش کعب رو هم که برادر خودش بود همراه کرد و با طرف مکه اومدن. به مجرد اینکه به مکه رسیدن، مکه مکرمه رسیدن، اومدن پیش پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم. هنوز گفتن پیامبر حضرت محمد پیامبری برانگیخته نشده. گفتن ای پسر عبدالمطلب، تو بالاخره شما همسایگان خانه خدا هستید، شما درد و رنج رو از مردم دور میکنید، به گرسنگان غذا میدید، افرادی که بالاخره درماندن اینها رو یاری میکنید و امثال اینها. ما اومدیم اینجا بالاخره به خاطر فرزندمون که پیش تو هستش و هر چقدر میخوای دارایی آوردیم بدیم تا این فرزندمون رو به ما برگردون، به ما منت بذار و این فرزند ما رو آزاد کن، به ما بده. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت منظور شما کیه؟ شما دو نفر منظورتون چه کسی است؟ گفتن این پسر بچه‌ای که با تو هست، زید ابن حارثه که با تو هست. و پیامبر گفت آیا شما اینها رو آوردید که فدیه بدید به من اینا که من برای اینکه آزادش کنم؟ اونا گفتن بله این چیزی جز این، ما فقط میخوام این کار بشه. گفت مسئله نیست، صبر بکنید. و پیامبر صلی الله علیه و آله گفت بذارید من صدا بزنم. تو گفت صدا میزنم، زید میاد خودش انتخاب بکنه هر چی خودش خواست، من هیچی نمیگم. اگر اون خودش شما رو انتخاب کرد که من از شما هیچ فدیه مدیه‌ای نمیخوام، اما اگه خودش انتخاب نکرد دیگه اختیار خودشو داره. من میذارم بین من و شما، هر کسی که دوست داره انتخاب بکنه و من از شما دارایی نمیخوام، انتخاب با اون. اونا گفتن تو بالاخره انصاف به خرج دادی و نهایت انصاف این رفتار تو دیگه، ما چه انتظاری میخوایم بیش از این داشته باشیم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زید رو صدا زد و بهش گفت زید این دو نفری که اومدن کی هستن؟ گفت این پدر من هست حارث ابن شراحبیل یا شراحبیل و این یکی دیگه عموی من هست کعب هست. شراحیل من بعد تلفظ کردم. بعد
خب گفت نگاه کن، هر کدوم میخواد انتخاب کن، میخوای با اینها برو، میخوای پیش من بمون. بلافاصله بدون اینکه زید یه ذره درنگ بکنه، تأمل بکنه، تردید داشته باشه، گفت من دوست دارم کنار شما باشم. پدرش گفت زید میدونی داری چی میگی؟ تو میخوای بردگی رو انتخاب بکنی بر پدر و بر مادر خودت؟ گفت نه، من از این مرد که منظورش محمد صلی الله علیه و سلم باشه چیزهایی رو دیدم که نمیتونم ترکش کنم و من کسی نیستم که تا عمر دارم ایشون رو ترک بکنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که این صحنه رو دید، این محبت زید رو نسبت به خودش دید، دستش رو گرفت و برد جلوی کعبه، جلوی همه در برابر حجر الاسود ایستاد، در برابر تمام قریش و قریشیانی که اونجا بودن. گفت ای معشر قریش، شاهد باشید که این فرد زید بن حارثه فرزند منه و از من ارث میبره و من هم از اون ارث میبرم. من اونو به فرزندی قبول کرد طبق اون قوانین جاهلیتی که وجود داشت. دیگه اینجا پدر زید و عموی زید خیلی خوشحال شدن و دیگه گفتن خب پس ما تو رو پیش محمد صلی الله علیه و سلم میذاریم و برگشتن به طرف قوم خودشون و دیگه خیالشون راحت بود که زید جاش امنه. بله، از اون روز به بعد دیگه زید ابن حارثه رو میگفتن زید ابن محمد و همچنان بر این اسم نامیده میشد تا اینکه آیات قرآن اومد و در این مورد باطل کرد این بحث پسرخواندگی رو که در زمان جاهلیت بود و گفتش قرآن که ادعوا لآبائهم، فرزندان رو به نام پدرانشون بخونید و اینکه فرزند خواندگی وجود داره دیگه درست نیست، که از دوباره باز شد زید ابن حارثه. حالا تازه داستان ما شروع میشه، چون امروز دیگه وقت گذشته. در جلسه بعد ادامه داستان رو خواهیم داد که با هم خواهیم خوند ببینیم چه میشه داستان زید، به کجا میرسه. تا در پناه خدا باشید تا جلسه دیگر.